آزادیم یا شویم یا کدام کاری من نیستی که مرا زور بده. خود تو بگو مقبول بود یا نه؟ والا آنیا جان حقیقت بگم مقبول بود. خب نمو گفتم که افغانی است یا گفتم که اما تو مویایش چهرهش یک ذره معلوم دار مگه تو آلمانی است. با اون خاطر آنیا جان ایفش ایفش آنیا جان دمی آلمان آمدم مرا خوب سعی قفاق کاری که دلای تیخت کاری فهمیدی. کنی تو خود شجانم نیستی، نامزاد تمام نیستی. نیستی با خاطر اسودی نمی کنم. اگر ایره شجانم میگفت با سبا باید در مجلس ختمش می آمدین. آنیا جان بگو یک آرزو دارم میگم میفهمی؟ چرا یا میگم آنیا جان دمی دلم ارمان مانده میگم نگو رسو که بگو خدای به من تو یک شوی بده قیماق خوری بگو به آنیا. بگو آرزو کو. خدایا آنیا جانم در مقصد مرادش برسون منم. بگو به آنیا یک شوی بده قیماق خوری. اما تو بگو وطندارای گل خدا من آنیا را یک شوی بده که همون قیماق بوری سفید همون خوبیش باشه. نی مرد چی به سفید چی گفت سفید گفتم یعنی قیماق خوری مزه بده نگفتم سفید باشه. حالی مرد ضرور نیست که سفید باشه. پس اصلا خراب کردی خدا. دوستای چیز نبود یا آرزو نبود. خدا جان تو میره قبول نکن. من مرد سفید نمیخوایم زیاد سفید نمیخوایم کم باشه. خوب برو از دوباره. خدایا دیگه همی آنیا را یک دانه شوی بده قیماق بوری باشه. آنیا جان آنیا جان بگو یک بار دیم دوستانه خودتون میگی. آمینم بگو خامینم بگو. حالا یک دعا میکنی خاله آمینشم بگو که خدا قبول کنه. آمین 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 رب العالمین. آنیا جان یک گپ بگم تا بگو یک دانه خانم امی افریقایی ها بود. خب راستی بگو یک سوال. چرا گفتی پیشتر که خور خاندیت نان میخوری؟ خب دیدم گفتم که امو افغانی هست یا گفتم آلمانی هست. خودم مویاش خود دیده بودی که مویاش زرد است چشمایش آبی است. به خاطر چی گفتی که چشمای من آبی هست آنیا جان. حالا بگو چشمای من آبی هستن. حالا چشمای من آبی سبز است. آنیا جان یک نفر در جان در جای کارت باشه. فرض مثال یک نفر میای خب یک نفر در جای کارت میای او را نخواد بشناسی. یک نفر میای مقصد در شوروزا یک نفر میای نخواد. خب یک نفر میای فرض مثال نه کسی نمیای مزاق کنم. یک نفر میای در جای کارم کسی نمیاد که دو پارش میکنم. فهمیدی جای کارم است. من در اونجایی تو مجازی وری نیستم. اوکی اونجا کار دارم اصلا نمیخوایم کی چیزا رو. گپ صحیح است نمیای آنیا جان. کسی رو باز نوده نشی روان کنی یا باز ببین دیگه اصلا خراب نکن باز اینم. آنیا جان نمیای. خب فرض مثال گفتم یک دانه انسان میای. یک انسان میای یک نفر میخواد دیدار کنید که غرض نداره چیز نمیکنه. فقط حالت پودری ها را داره. مویایش کشال دینه کنه که مویایش پتلونش بلوسایش تکه چهرهش هم شناخته نمیشه. دیدار یک نفر ببینه. خلاصه که جانت برآمد یک کلمه را تا بگویی بگو. خلاصه شینمی است. یک نفر به ساخت پودری میای اونو میجه میبینه تا میره. پودری ها رو موش در دکان راه نمیتیم. کی گفته با تو که ما پودری ها رو راه میتیم؟ اون تو آدم ها رو موش راه نمیتیم در این دکان. با ساخت پودری میای که یک نفر نشناسشه. پودری هم نه دیگه آلمانی بری مقصد تسکیل چیز چهره میکنه. یک چیزای مقبول دیگه هم از میگه دلم رفته عشقم است. خیر میگه چیزای مقبول دیگه هم است که میگه که انسان دلش میره میگه عشقم است. آمیدی آنه جان تو خود دیگه ماتاب مرسی دیگه ماتاب بگم تا چرا نام ماتاب بد میکنی؟ خیلی چی بگم تا خود امی بینید امی مویای تر مقبول کدن مخلا. تشکر نظر لطف بگو و زبغر نام رک شد ببین
اوکی تشکر نظر لطفتان از لطف دارین گرچه که من مقبول نیستم اما بازم شما شکست نفسی میکنین یا دیگه اوله یخم به دیستک میزنیم احساساتیسم سترس دارم من میخوام آنیا جان کدام چیز در دلت نکرده است از وطن دورا بگو پیغام بگو آنیا جان چیره؟ نه کدام چیزی که در دلت نکرده از من افغانای ما که دو طرف کمی نمیشن که خودت کدام تقاضای داره دیگه یعنی ما در خدمت هستیم آنیا جان نه من کدام تقاضا ندارم